چرا این بخش از سخنان مهم رهبر انقلاب شنیده نمی‌شود؟ به بهانه‌های گوناگون در یه دوره‌ای چند سال قبل از این کارخانه‌های متعددی تعطیل شد. میگفتیم چرا؟ بهانه می‌آوردن مواد اولیه نیست، ماشین‌ها فرسوده است، چه تعطیل کارخانه‌ها هم یک حرکت خائنانه بود. خیانت جریان‌های خاص در تعطیلی صنایع و خاموش کردن چراغ تولید کشور. دشمنان جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا امروز تلاش داشتن که بلکه بتوانند جامعه کارگری رو از کار در فضای جمهوری اسلامی منصرف کنند، معترض کنند. از روز اول، حالا اون روز کمونیست‌ها بودن، مارکسیست‌ها بودن که دنبال این بودن که محیط‌های کارگری رو قبضه کنند، در اختیار خودشون بگیرن، بعد یهو یک بخش رو به کلی تعطیل کنند. علاج امروز هم همون انگیزه وجود داره. اون روز کمونیست‌ها این کارو می‌کردن، امروز عوامل سیاه و موساد این کارو می‌کنن. نفوذ سرویس‌های جاسوسی غربی در زیربنای اقتصاد ایران، حال متوجه می‌شویم که چرا در بزنگاه‌های خاص قیمت‌ها به طور عجیب و غریبی بالا می‌رود، دلار به طور عجیب و غریبی بالا و پایین می‌شود، چرا فشار بر معیشت مردم مهمترین اصل برای جریان‌های خاص در کشور است. دکترین همیشگی و پوسیده جریان غرب زده برای کشاندن ایران پای میز مذاکره فشار از پایین یعنی سخت کردن معیشت مردم و چانه‌زنی از بالا، یعنی راهی جز مذاکره برای کشور وجود ندارد. دولت شهید رئیسی 8000 کارخانه رو برگردوندن به کار. اما اینکه امروز چهره رئیس جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی همچنان در فضای رسانه در حال تخریب شدن است، نشان می‌دهد که او راه درستی را طی کرده است. اینکه رهبر انقلاب به رئیس جمهور شهید دکتر سید ابراهیم رئیسی لقب امیرکبیر دادن، حامل پیام بسیار بزرگی است. راه شهید جمهور و راه امیرکبیر یک است: مبارزه با جریان‌ها و الیگارش‌های خاص بهایی در کشور، یعنی خارج کردن اقتصاد ایران از انحصار جریان‌های خاص متصل به سرویس‌های غربی. و تکرار تاریخ آنجاست که بعد از شهادت امیرکبیر فقط بهایی‌ها و نوشه‌هایشان خوشحال بودند. شک نداریم که از دل این جدال نور و تاریکی به زودی قطعاً صالحان وارثان زمین خواهند شد. هم موافق هم مخالف حتما برای ما کامنت بذارید، از این محتوا حمایت کامل بکنید و در جهاد تبیین به ما کمک بکنید. یا علی مدد.